دادستانی منطقه اوزلوفسکای ولایت توله روسیه تفتیش پرونده یک شهروند 37 ساله تاجیکستان را به انجام رسانده با تصدیق فکر عیبدارکنی برای بررسی به دادگاه نویه اوزلوف سپرده است. خدمات مطبوعات دادستانی ولایت توله روز 16 نوامبر سال 2023 خبر دادند که این مرد تاجیک بر اساس قسم 2 ماده 111 کودکس جنایتی روسیه برسانیدن آسیب وزن به سلامتی که با استفاده از کارت انجام شد به حیات جبری دیده خطر ایجاد کرده است عیبدار می شود. گفته می شود که او از غایه رشک یک جوان شناس همسر روسش را کار زده است. به مرد تاجیک برای این کردار بر اساس این بند قانون روسیه همچون جزا تا 10 سال زندان تهدید می کند. خود مهاجر تاجیک که در حبس قرار دارد همچنین نزدیکان و ادوکات او برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند، ولی دادستانی ولایت توله می گوید که عیبدار شونده اتهامات به او اعلان شده را اعتراف کرده به گردن گرفت. بنا به خلاصه تفتیشات شام 22 آگوست سال 2023 شهروند خارجی همسر خود را با یک شناس 23 سالش رشک کرده شناس همسرش را به برش کوچه شختیارها به ملاقات دعوت کرده است. هنگام ملاقات او به شکم آن مرد یک ضرب کارد زده جراحتی رسانیده است که باعث آسیب وزن به سلامتی جبری دیده شده است. مرد تاجیک را خود همان روز دستگیر کرده به حبس گرفتند. از روسیه هر سر چند وقت درباره مناقشه های خونین مهاجران با معشوقه های روسش خبرها به دست می رسند. یکی از قضیه های اعظم پرسر و صدا از این زمره پرونده خورشید همرویف بود که ماه ایول سال 2022 در نوسیبیرسک دوست دختر سابقش را که همگی 17 سال داشت با 17 ضرب کارد و هلاکت رساند. همین طور دادگاه نویه مرکزی شهر چلیابینسک روسیه روز 2 نوامبر سال 2023 شهروند ازبک زبان تاجیکستان رسول شرمتوف را برای قتل معشوقه سابقش اکسانا به 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد.